با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان همیشگی مسابقه هوش برتر. مثل همیشه با افتخار در خدمت شما هستیم و 3 شرکت کننده عزیز که خیر مقدم عرض می کنم و ازشان میخوام خودشان رو معرفی کنند. با سلام جمال جوانه. خوش آمدی جوانه جان. با سلام شهرام شکوفه. شکوفه عزیز. با سلام قادر قنچه. قادر قنچه. بله. و اما سوال، دستا روی زنگ. ضرب المثلی رو میگم شما تکمیلش کنید چون ناقصه. خشت اول گر نهد کج. آفرین. چه کج؟ نوک کج. مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. نه ببین قنچه جان، خوب توجه بکن. ضرب المثل تو ضرب المثل نیار. دقت کن. خشت اول گر نهد کج. خب آفرین. چیه کج؟ بار کج. بار کج هیچ موقع به منزل نمیرسه. دهنتو ببند. اول مسابقه ایم، یه وقت درگیر نشیم با هم. باشه؟ خوب دقت بکن. جواب مد نظر ما یک شغله که با خشت در ارتباطه. خشتمال. خشتساز. خشتانداز. خشتپز. خشتکار. خشتریز. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. با خشت در ارتباط نیست. خلبان. نه در ارتباط هست. آقا تکلیف ما روشن کن، بالاخره در ارتباط هست یا نیست؟ ای بابا هست. خشتگذار. خشتبردار. خشتاور. خشتچین. خشتکن. نیست. منشی مطب. خدای من آقا جان در ارتباط هست ولی غیر مستقیم. خیاط. خیاط چه ربطی به خشت داره؟ یقه خشتی کی درست میکنه؟ خیاط. کی با فاق و خشتک شلوار در ارتباطه؟ خیاط. بفرما. ای خدا چرا من خلاص نمیکنی؟ ای مرد من ببوس خلاصم کن از دست این بیخردان. راهنمایی میکنم. 2 حرف اول جواب مد نظر ما میم و عین داره. م گوسفنده؟ آقا گوسفند میگه به ای داره میگه می بوزه. استاد بخشی بوزی؟ یه بلا نسبتی، یه روم به دیواری، چیزی. آقا شما به سوال دقت نمیکنی، از چرت و پرتی از دهنتان میاد میگین. شما به گوسفند باز چه کار دارین؟ اسم شغل بگید. خشت اول گر نهد معدنچی؟ اون معدنچیه نه معدنچی. آقا ما گویش لهجه محلی ما اینجوریه که مع و می تلفظ میکنیم. غلطه آقا، غلطه. معلم. آقا چه؟ معلم. داداش شما بچه کجایی؟ قرجلاباد سفلا. جنه مرسیگی؟ جن تو. منم بچه قرجلاباد سفلیم. به چه کی؟ قربانلی. قربان تو. جمعش کنید این مسخره بازی ره. جواب معمار. گرد سنان سرد. خوب توجه بکنید. خشت اول گر نهد معمار کج. حالا شما بقیه شو بگید. تا ثریا می رود کج. آفرین. چه کج؟ نوک کج. مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. فهمت کجه، شعورت کجه. کی اسم اینو گذاشته قنچه؟ اگه باز بشه چه میشه؟ 1 بار تو مصرع اول بهت گفتم غلطه. آقا مرغی که انجیر میخوره میشه بگیم دمش کج میشه؟ خب نوکش کج میشه. تو چرا نمیفهمی آقا؟ ضرب المثل مرغ نداره. مغازه ها مرغ ندارن. تازه میگه میخواد قیمتش گرانترم بشه. بفرما. یه رو برنج نیست، یه رو روغن نیست، یه رو قیر نیست، یه رو قیف آقا یه نیست. چیزی دیگه است. آقا دهنتونو ببندید، وارد حاشیه نشید. توجه کنید. خشت اول گر نهد معمار کج. تا ثریا می رود چه کج؟ معمار چه میسازه؟ خانه میسازه. خب این خانه چه داره؟ پکیج داره، آسانسور داره، 2 خوابه هم هست، 90 متره. مگه من میخوام بخرمش؟ چرا فکر نمیکنید آقا؟ مگه اینجا بنگاست؟ خوب دقت کنید. معمار خش رو خش میذاره اسمش چیه؟ معمار منصور آدم خوب و با انصافیه. زنگ بزنم بیاد. من چه کار دارم به معمار؟ چطور تو مصر اول بهش کار داشتی، الان خریدن پل گذشته دیگه باش کاری نری؟ بذار خیرت به یکی برسه. جان مادرتان به من رحمتان بیاد آقا. قلبم ناراحت. خوب جواب بدید. او چیزیه که معمار میسازه رو اسمشو بگید و خلاص. آجر رو آجر، خش روی خش چه میشه؟ خانه. خب این خانه چه داره؟ اون 90 متری دلت نبود؟ یه 60 متری هم داره، هم زیرزمینه، امکانات زیادی هم نداره. ما خواهی؟ اگه خشت اول آموزش و تربیت اینا درست بود
الان شاهد این دیوار کج و معوج نبودیم. تنفس آقا، تنفس. نفس منو بگیر. این بره کجا رفت؟ خانه گیر نمیاد. آقا این مشتری نبود که داداش من. آقا معذرت او 60 متری اگه کجاست؟ میتونی نشانم بدیش؟ آقا فکر کنم برای شما کمی کوچیک باشه او 60 متری. عیب نره، من صاحبخانه جوابم کرده. باشه در خدمت هستم. چشم. دست در نکنه. با درود مجدد برمیگردیم به مسابقه. دستا روی زنگ. یک بیت شعر از شاعر ایرانی و گرانسنگ میخوانم، شما نام شاعر را بگویید. به به. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سعید ابوالخیر. سعید ابوالخیر خیر. این شاعر سرآمد شعر حماسی و پارسی است. مجید ابوالخیر. مجید ابوالخیر. آره مجید. استاد عزیز، تا اونجایی که بنده با شعرا و ادبای زیادی حشر و نشر داشتم و نشست و برخاست داشتم، تا الان اسم اینجور شعری به گوشم نخورده. چطور نخورده؟ مجید ابوالخیر داش کوچیکه سعید ابوالخیره. بله، منتها زیر سایه سنگین سعید بودنی تبعات هم داره. خیلی ها نمیشناسنش. دوستان ببندند و شرم کنند. بترسید از روزی که گیر طرفداران این شاعر بیفتید. استاد ببخشید میشه یه راهنمایی بکنی؟ بله. اول حرف این شاعر گرانسنگ با ف و ر شروع میشه. فرید ابوالخیر. برا فرید و درد، فرید و حل آورده، فرید و سنان سر خرس قیوه گیردین زبان خاندان ابوالخیر. ایمدی شاعر نریم گیردین زبانی خاندان ابوالخیره. چجور نداریم آقا؟ جامی، سعدی، خیام. صاحب تبریزی، عبید زاکانی. بله. یه همه شاعر خب داره. خدا نسل دانه منقرض بکنه. شما که شاعرها را خوب میشناسی، اسم این یکی هم بگید. فرمایش کردی با ف و ر شروع میشه ها؟ بله. یه لطفی میکنی یه حرف دیگه شو بگی. نوک زبانم ها، بگی جوابو گفتم. فرمایش کردی ف و ر و ده. ها فردین ابوالخیر. ای ایران ای مرد پرگوهر، بسی رنج بردی در این سال سی. ببین چجور تکه تکه کردن زبان پارسی. ای حکیم من حلال بکن، اینا هم حلال بکن. بی خردن، نمیدانن. چه شبها که زیر نور شم نشستی و شاهنامه را نوشتی. نه دست برادمان نه پشت. عمرت گذشتی پای شاهنامه که امروز ما با اینا طرفشیم. حتی اسمت هم بلد نیستن. اسمت هم بلد نیستن. بی خردن. حکیم تو حلال بکنی من حلال نمیکنم. چه میکنی؟ میخوای به کی زنگ بزنی؟ فریبرز ابوالخیر. کی هست؟ اصل فروشی و مجاز داره. این پایینه. الو فریبرز، یه زحمتی بکش او پراندولولگه بیار. خودت هم بیاره. برای 3 تا دماغ 3 تا فشنگ بذار توش. باش. بریم اوضاع خیته. فقط یه چیزه، الان اینجا در خروجی رو ببره فریبرز هم ایور میاد. داداش اینجا راه در دیگه نداره؟ تو اوور برو، من ایور تو هم یه فکری برای خودت بکن. برو الان میاد دماغمون پراش مونه. مخلصیم. فریبرز آمد، بگو من خرگوشم. اتفاقا خوراکش خرگوشه.